حبیب الله هستم، فرزند نور محمد، نام پدر کلان ملنگ، سکونت اصلی ولایت قندوز، سرک نو و زیدو. سکونت فعلی در کابل، ولایت کابل، دارلمان، نایه 6. اکانت های فعلی ما که هست به نام بخت کشا، مشکل کشا، استاد سید دانش محسنی، ایراد جادو. مدت 4.5 سال میشه که من سحر جادو، تبیین نویسی سحر جادو میکنم در شبکه‌های اجتماعی. مدت 4.5 سال میشه که ما سحر جادو میکنیم و در مشتری های میگیم که ما 2 نوع جادو میکنیم. اولش جادوی سیاه، دویم جادوی سفید که جند یهودی داریم. غیر ما دیگه ملای کار کنه نمیدن، کاری به ضمانت. در مدت 4.5 سال از مشتریام سحر جادو کردیم بالاتر از $20,000 گرفتیم و زیاد زنها را عکس‌هایشان نشر کرده بودم و هر زنی که در واتساپ برای ما پیام میداد مشکل و عکس طلب میکردم و زیادتر مشتری های ما که بود زنها بود، از طریق واتساپ برای ما پیام میدادن و مشکل خانوادگی میداشتن، مشکل خانوادگیشون به جریان میماندن. ما در حساب هزینه‌اش پولش $3,000 $4,000 $5,000 گپ میدادیم و ما با 2 نام مستعار به مشتری ها در ارتباط بودیم. اولش استاد سید دانش محسنی و دویمش محمد جان و ما از مشتریایم در 2 قسط پیسه طلب میکردم. یک قسطش که روان میکرد تبیداش روان میکردم، بعد قسط دویم که جنجال بین ماش میشد میگفتیم که پیسه روان که پیسه روان نمیکرد، با ما اخطار میدادم براش که عکس‌هایتان در شبکه‌های اجتماعی پخش میکنم و از این کاری ما کردیم. سخت پشیمان هستم و در خانه های مردم که مشکلات ایجاد کردیم بسیار سخت پشیمان هستم. از امارات اسلامی خواهش میکنم توبه در امارات اسلامی، پیش روی امارات اسلامی توبه میکشم دیگه در این کار دیگه دوباره رجوع نمیکنم. نومې د قادر خان، د پلان نوم د سخی محمد، د نیکه نوم د ګل محمد، یو د لغمان د قرغې ولسوالۍ د سرخکانو او کورم په کابل په باګرامیو کې ده. د 2.5 کالو راهیسې نه د سید علي سره زه شاګرد وم. د خرمورې او دغه میرمورې د هوسۍ پوستکي دا طلسم خرڅوم مونږ دا د جادو لپاره. امر بیمعروف مونږ ته ویلي ول څو دفعې چې دغه شیونه مه خرڅوئ د 2 کالو راهیسې نه، او مونږ دغه پټ خرڅول، د طلسم د خرمورې شیونه مونږ پټ خرڅول. مجاهدینو لخوا مونږ ونیول شو له دغه شیونو سره. اسم سید علی آقا ولد سید میر آقا از ولایت غزنی، ولسوالی خواجه عمری، قریه قلعه نو. فعلا کابل زندگی میکنم. مدت 20 سال از این کاروبار میرموره و باطل موره و چشموره و پوسته و نمی چیزا را سر جادوگران میفروختیم. امر بالمعروف چند پیر آمده بر ما که چیزا را نفروشین.